رکوردیم. آقا امروز اومدیم اسپکتوار رو بریم. چی اسپکتوار چیه آجی؟ اسپرید ویز اصلا کلا اشتباه گفتم. خب امروز اومدیم کلا DLC ایدا وانگ به اصطلاح داخل رزیدنت ایول ریمیک 4 رو بریم. رزیدنت 2 حاجی اصلا تو آره بود. یه چیز بخواستم بگم اصلا بی خیالش. همین الان استارت بزنیم، نیو گیم رو بزنیم، بقیه شو برای تست اونجوری چیزا بودش. سلام نکردم. سلام، چطوری؟ امیدوارم که حال دلت خوب باشه. همونطوری که اومدی روی ویدیو کلیک کردی، اسم چنل گروه استریت گیمز و امیدوارم که به خانواده گروه استریت خوش اومدی. چی گفتم آجی؟ امیدوارم به خانواده گروه استریت خوش اومدی. خلاصه که اگه ویدیو رو دوست داشتی لایک کن، کامنت بذار، سابسکرایب کن، چون من شنیدم اگه لایک کنی به 3 نفر دیگه هم این ویدیو رو پیشنهاد میدی. خیلی عشقه. خب آجی هی بیگو که دیگه همین بیا بریم ببینیم. خب آجی اینجا رو من یادمه. اگه شما چیزو بازی کردی یه دقیقه وایسا. هیچ علنا نداره ولی خب تکنیکال نایفش واقعا قشنگه آجی. ای دوست من، ای دوستی که داری این ویدیو رو میبینی، دوست خودمو میگم بچه، شما که عشقید. ای رفیق، تکنیکال نایف رو میبینی؟ این تکنیکال نایف تو رو خیلی دوست داره، هیچ وقت ولت نمیکنه. فکر کردی میخوام چیز دیگه ای بگم؟ نه داداش اشتباه فکر. این چی بود؟ 23 تا گولد، 23 تا چی؟ آپگرید تیکت. هی آپگرید تیکت چیه؟ نمیدونم. داداش ما چی هست؟ I don't know. خب بریم آجی. چه لباسی، واو نگاش، بابا بهشت آجی، بهشت بهشت. You can ask the flow. بکنم آجی باید از اینجا بریم داخل دیگه. لوئیس وقتی وایستاده پس این اوه دمت این دمت دلیل داشت به خاطر زامبی و چیزی، فقط به خاطر ایده بود. زاویه دید پرفکت. ببین همین الان فهمیدم من همین 4 دقیقه و 15 دارم ماجی ریکورد میکنم، اینقدر زاویه دید خوبی نداشتم کلا در کل. وای رودریگو نه آجی چه ریاکشن فیک نشد. آجی بیا قانعم کن که چرا باید اول بازی باس فایت بیاری، اونم چه باس فایتی؟ رودریگو آجی، رودریگو همینجوری چی اسمش شانسی من کشتمش، باورت نشه تو هر کدوم یه شانسی دست داشته داخلش. الان مرد. نمرد آجی واقعا. داشتم یه فشاری میشدم گفتم اینه با تا تیر ایدو مرد، باور کن حول بود. ایوه خب ببین میتونم توضیح بدم با کدوم چیز میگرد کاملا میتونم توضیح بدم. ببین زمانی که من اسپیس میزنم تو بس اوه خدای من، زمانی که اسپیس میزنم بگیر. ببین زمانی که اسپیس میزنم بگیر فدات شم. خب من برای چی بهش فکر میکنی؟ میبینی من هر موقع اسپیس میزنم این نمیگیره، بعد آدم فشار. واقعا باورم نمیشه پسر، باورم نمیشه. مگه میشه 3 بار من تیر زدم نگرفت؟ 6 و 40 دقیقه. شاید بگیرین 6 و 40 دقیقه چیه؟ برای فهمیدن معنی 6 و 40 دقیقه به چنل تلگرامی رو بپیوندید که همینجا براتون می نویسمش که چی؟ نه تو دیسکریپشن هست. بیا دیسکریپشن. ببین میتونم توضیحش بدم. این بود غیر ممکن حاجی، این بود. این حاجی اما اول وقتی میگه دنبالم میدونی احمقا معلومه توی دیگه. بیا اینم اینجا در میدم فقط چون توی بچه خیلی قویم، خیلی قویم، بدون تمرین میبرم. این به خاطر اینکه به دلیل به شدت قوی بودن کجا باید برم؟ یه دقیقه واسه مپ با کدوم میومد بالا؟
من با کدوم میومد این میومد همین رو با مستقیم برام آجی. ای بعد یه دقیقه بایستی کنم میکروفون رو بزنم. خب ببین وقتی که بهت میگن رزیدنت اویل تا حالا بازی کردی یا نه یعنی چی؟ یعنی اینکه تا حالا لوتر بودی یا نه. این یه چیز جهانیه دیگه، خودت هم قبول کن پسر. وقتی که بچه راستی من قبل اینکه ریکورد رو شروع کنم یه چیز خیلی قشنگ فهمیدم، الان بهتون میگم. چرت و پرت زیاد نگو، زیاد حرف نزن. یه دقیقه من تا اینو بزنم بچه، یه دقیقه فقط نگاه کنید، هیچی نمیخوام بگم. دیتیل رو داری یزید؟ دیتیل قدرتمند. خب بریم دیگه. خب دلیلتون حاجی اینجا رو یادتونه؟ وای من اینجا چقدر سر اشلی فشار خوردم، چقدر خوشگل این اسکوپش، باورم نمیشه. ببین خیلی خوشگل اسکوپت. خب ولی خب وی رو بزن. وی هم مپ رو باز میکنه، من فکرم فقط امه. بچه ها دوباره باید همینو برگردیم، یعنی همون مسیری که با لیان چیه خدا اسمش یادم رفت، با لیان اسکندری اومدیم این همه راهو. حاجی میخواستم بگم استکان، یادم رفت استکان. باید همین راهو برگردیم. خب کجا بپرم پایین؟ بچه رد دیتیل هم حتی هست، این دیتیل قدرتمند. اینو الان براتون عشق میزنم. اگه من اینو تونستم بکشم لایک کن. تویی که نمیبینی قرار نیست مزخرفات تو بعدش باید بموندهش، وقتت ارزش قائل شد. ببین الکی نیست ولی عوضش گام پاودر دار. یه چی دارم میگم خودم نمیدونم چی دارم میگم. خب 5 تا باید جمع کنم. 5 تا رو جمع بکنیم. بس کن. ببین خیلی کر بود. لو رفتیم آجی. وای فرار خدایا فقط فرار. من اصلا هیچ کاری نمیخوام بکنم، فقط میخوام فرار کنم. ببین فقط فرار. چیز دیگه یا به ذهن تو میرسه کامنت کن، من بعدا عملیش میکنم. بینو بخورم نه مردم. همینو فقط میگی. مردم آجی. من یادم پوشن فایر اسیستنت بود. چی بود حاجی؟ هیچ کدومم بلد نیستم، فقط اومدم حرف بزنم. خب ببین یه چیز جالب بخوام بهت بگم. وای داشتم لو میرفتم. سلطان مخفی کاری اینجا. خب این سلطان مخفی کاری رو دستم اساسینو اصلا من اختراع کردم. شب باورت بکنم پاولو شب باورت نشه نکنم این میتونم. وای من از این میتونستم برم بالا و نرفتم. ببین God of Night God of Knife ببخشید آقا، خدای نایف کشیم. آره خلاصه. خب اینجا منظورتون اینه شاید براتون سوال بشه که چرا من مثلا استاپ میکنم برمیگردم میگم خب دلیلش منطقیه. لومون نده بیشرف جان بچت. دلیل منطقی داره. حالا دلیلش اگه میخواین بپرسیم چیه اینه که دارم با گوشیم وایس ریکورد میکنم. یعنی من دارم اینو با گوشیم ریکورد میکنم. هر کاری کردم درست نشد، برای همین میزنم بیرون از سیو میام بیرون میام داخل یادم بمونه. بدبخت شدیم. من کلا باید اینجا یعنی لو برم متوجه نمیشم. ببین میتونم توضیحش بدم.
من فقط دیتیل بازی ها رو به شما نشون میدم. قرار نیست بازیم خوب باشه همش. بالاخره یکی هم باید باشه. بالاخره باید یکی هم باشه بازیش بد باشه دیگه. درست میگم حاجی. پوشن فایر ریسیست حاجی. نیگا بیارید برا من. نیگا بیارید فقط نیگا. خب ببین میتونم توضیح بدم. نمیری جان من. حرکت کن من اونو برم بالا. وای دیگه ریکورد نمی کنم این تیکه رو. فقط برم من اینجا رو. بقیه‌ش رو شما ببینید. خب آقا رسیدم. بالاخره رسیدم. شاید باورتون نشه. واقعا خودم باورم نمیشه. ای ولوزی اصلا ببین بی نظیر منطق بست منطق. یعنی بهتر از این منطق من تا حالا ندیدم. راست میگه. من چرا اینا رو نمیزنم؟ برو بدرش حاجی. اچ پی ندارم. وسیله هم ندارم که اچ پی باش پر بشه. ایول. خب اینم بزنم. همین یعنی یه دونه چیز که شلیک میکنه همینقدر فقط شلیک قراره بشه. تموم حاجی. تموم. زدم. برو بریم. اسپایدرمن مناطق محرومم. ببین اسپایدرمن مناطق محروم. مناطقی که اسپایدرمن ندارن. میدونی چی میگم؟ یعنی اسپایدرمنش البته خوشبختن که اسپایدرمنشون منم. شما بالاخره نگاه کن. اگه اسپایدرمنتون من بودم در بازی، اگه مثلا من اسپایدرمن حاجی رودریگو نمرده. نه من میخواستم اینو بکشم. البته این حالا نمیمیره حاجی. بدبخت شدیم. چپتر تمومه. مرسی که ویدیو رو دیدید. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه همیشه. دیگه چه مقدمه ای میخواید داداش؟ راستی نگفتم اولش ریکورد. ببین ایشالله فردا دیگه همه چی رو به راه. ویدیو ما رو ببین، لایک کن، سابسکرایب کن. البته برای چیزی که ندیدی البته سابسکرایب نکن چون افتضاح بودم. خیلی مسخره است. منطق صفر. ولی خدافظ.